دادگاه شهر سخومی پایتخت جمهوری جدایی طلب ابخازستان روز 3 نوامبر سال 2022 صابرخان بوریف 22 ساله را که زاده تاجیکستان و شهروند روسیه بوده است به حبس ابد با مصادره مال و ملک محکوم کرد. دادگاه صابرخان بوریف را در جنایت به ضد سلامتی مردم و معنویات جامعه، دقیق ترش در کوشش فروش 50 گرم مواد مخدر نوع مفدرون گناهکار شناخته است. دادستانی کل ابخازستان روز 4 نوامبر در شرح این پرونده گفت زاده تاجیکستان و شهروند روسیه بوریف صابرخان سیداللهویچ سال تولدش 2000 به آن گناهکار شناخته شد که در عوض پول توسط مخفیگاه‌ها مواد مخدر می‌فروخت. او از جمله در حدود دانشگاه دولتی ابخازستان 3 مخفیگاه ساخته است. بوریف را کارمندان میلیسا و امنیت ابخازستان ماه ایون سال 2022 دستگیر کردند. دادستانی ابخازستان گفت بوریف در جریان مرافعه دادگاهی اتهامات به ضدش اعلام شده را اعتراف نکرد، هرچند که او در جریان تفتیشات پیشکی با تفتیشات فعالانه همکاری داشت و جایهای مخفیگاه‌های مواد مخدرش را نشان داده بود. در نهایت دادگاه سخومی او را به حبس عمرباد با مصادره مال و ملک محکوم کرد. عیبدار کننده دولتی نیز از دادگاه برای صابرخان بوریف حبس ابد خواسته بود. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است. بوریف و ادوکاتش می توانند از آن در مدت 15 روز به کلیه پرونده های جنایتی دادگاه عالی ابخازستان شکایت برند.